سلام. امروز قراره با هم دیگه راجع به شرایط کار ناخن تو دبی صحبت کنیم. اول از همه باید بگم که شما برای کار کردن توی سالن‌های دبی لزوما نیازی به مدرک خاصی ندارین. همین که بدونن کار شما کار اوکیه و نمونه کار شما رو ببینن براشون کافیه، مگر اینکه حالا جزو قوانین سالن باشه که اون دیگه بحثش جداست. مورد بعدی که باید بدونید موضوع زبانه. شما نیازی نیست که زبان عربی بلد باشین توی دبی برای کار کردن، ولی خب زبان انگلیسی رو در حدی که با مشتری ارتباط بگیرین و حالا متوجه بشین که چه مدلی میخواد، چه رنگی میخواد رو باید بلد باشین که اونو من فکر میکنم حتی اگرم بلد نباشین در عرض 1 ماه راه میافتین، یعنی به مشکل بر نمیخورین. ابزار و متریال رو معمولا سالن ها میدن مگر اینکه شما باشون به توافق برسید و خودتون ابزار و متریال رو ببرید، که من پیشنهادم همیشه توی هر جایی، چه توی ایران، چه توی دبی، چه توی ترکیه، اینه که ابزار و متریال از خودتون باشه، چون هم میتونید سود بیشتری از کاری که دارید انجام میدید در بیارید، هم اینکه اگر یه مشکلی برای کارتون پیش بیاد میتونید عیب یابی کنید، ببینید مشکل از پودرتونه، مشکل از پرایمرتونه و عوضش کنید. درصدی که سالن‌های دبی با شما کار میکنن 60-40، یعنی 60% برای سالن و 40% برای ناخونکار. ولی خب این کاملا توافقیه، یعنی من اونجا سالن‌هایی رو هم دیدم که داره با ناخونکاری که خیلی ناخونکار خوبیه و سابقه کاری خیلی خوبی توی اون سالن داره، 70% به ناخونکار میده و 30% برای سالن میمونه. پس از لحاظ درصد اگر بخوام بگم کاملا یه چیز توافقیه، ولی بیسش روی 60-40، 60% سالن و 40% ناخونکار، در صورتی که سالن مواد و متریال شما رو تامین کنه. یه چیز جالبی که وجود داره اینه که اجاره میز ناخن توی دبی غیر قانونیه، یعنی برعکس ایران که حالا بیشتر ناخونکارا که با سابقه هستن و خودشون مشتری دارن میز اجاره میکنن، توی دبی این کاملا کنسله. ولی خب یه سری از سالن‌ها هم هستن که غیرقانونی این کار رو انجام میدن که تعدادشون خیلی کمه و منم پیشنهاد نمیکنم. یه چیز خیلی مهمه دیگه ای که باید بدونین اینه که مانیکور پدیکور درست مثل ترکیه خیلی براشون مهمه و شما حتما باید یه مانیکور پدیکور قوی و روسی واسهشون انجام بدین. مانیکور پدیکور معمولی رو اصلا قبول ندارن. با توجه به اینکه شما دارین توی چه محله‌ای و توی چه سالنی کار میکنین، قیمت ترمیم از 150 درهم تا 500-600 درهم متغیره و اگرم بخوام درآمد ماهیانه یه ناخونکار رو بهتون بگم، بین 5000 درهم تا 10,000 درهم، میگم با توجه به سالن، منطقه‌ای که دارید توش کار میکنید و تعداد مشتری که شما در طول روز دارید تغییر میکنه، که این مبلغ برای زندگی عادی توی دبی کافیه. یعنی شما میتونید به راحتی اونجا خونه اجاره کنید و روزمره زندگی کنید، ولی مبلغی نیستش که بهتون بگم میتونید باهاش یه سیو فوق‌العاده داشته باشید یا میتونید پس انداز خیلی خوبی ازش داشته باشید، مگر اینکه درآمدتون رو روز به روز افزایش بدید.